سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 9 فوریه، من عبدالله اشرف هستم. همراهتان در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. مردم دهات آفت‌زده خراسان صاحب منزل نو شدند، ولی تشبسکاران اعتراض در اتاقهای سرد زندان قرار گرفتند. 6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود. گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند شرایط در اردوگاه‌های سوریه خیلی بد است و از 57 کشور دنیا خواستند شهروندانشان را از آن بیرون آورند. گزارشگران ویژه یکجا شده درباره وسعت پایمالشوی حقوق انسان در این اردوگاه‌ها خیلی روشن صحبت کردند. و دادستانی کولاب پرونده آزار و اذیت کودکان در باغچه را به دادگاه می‌فرستد. شراف‌الدین امام، سفیر پیشین تاجیکستان در افغانستان و یکی از پایه‌گذاران سازمان رستاخیز از دنیا درگذشت. او 65 سال داشت و مراسم ویدا با او بعد از ظهر 9 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شد. شراف‌الدین امام 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود. مأموریت دیپلماتیش ماه سپتامبر سال گذشته به پایان رسید. همکارم امرالدین علیموف از این مراسم در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم. جنازه دیپلمات و تاریخشناس تاجیک شراف‌الدین امامی بعد از ظهر امروز در مسجد محله گیپرزم پایتخت برگزار گردید. نزدیکانش میگویند که محروم یک هفته اخیر از بیماری راه‌های نفس اذیت میکشید و دیروز وقتی حالش بد میشود و او را به بیمارخانه انتقال میدهند در راه از هوش میرود و همینطور او در بیمارخانه سیرایتی شهر دوشنبه میفوتد. شراف‌الدین امامی بیش از 10 سال به حیث سفیر جمهوری تاجیکستان در افغانستان فعالیت کرده است و ماه سپتامبر سال گذشته به نفقه برآمد. همکارانش از او به عنوان یک شخص مسئولیت شناس و پرتلاش یاد می‌آورند. در حرکت جوانانی که آخر سالهای 80 سرزده بود، یکی پیشوایان این حرکت بودند. مردی بودند که همیشه برای ملت و برای این سرزمین دلشان می‌سوخت و سیمای شراف‌الدین اماموف همچون شخص سیاسی در آن ظاهر می‌گردد که سالهای طولانی در افغانستان جنگ زده جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان را معرفی کردند و خوبم معرفی کرده توانستند و محض یکی از خدمت‌های بزرگ شراف‌الدین اماموف آن بود که مناسبت‌های ما با این دولت جنگ زده همه وقت در سطح معتدل بود و حتی در سطح خوب قرار داشت. از او به حیث نفر یاد میکنند که در آزاد کردن گروگان‌های تاجیک از سوی قاچاقبران افغان دستگیر میشدند سهمی بیشتر دارد. همچنین برای ارسال زندانیان تاجیک در زندان‌های افغانستان نگاه داشته میشدند سهمی او را بیشتر میگویند. شراف‌الدین امامی از اولین اعضایان جنبش رستاخیز و یکی از روشنفکران تاجیک گفته میشود. ساکنان دهه آفت‌زده در خراسان در محل دیگر صاحب منزل‌های نو شدند، اما گروهی از ساکنان که با نشان اعتراض از بی‌عملی مقامات در برطرف کردن عاقبت‌های سیل راه دوشنبه باخته را بسته بودند و بعد آن مقامات برای بنیاد منزل‌های نو دست به کار شده بودند جزا گرفتند. از جمله 5 نفر برای 1.5 سال پشت پنجره رفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. از زمان بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض ماه می سال گذشته مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره آنها خودداری می‌کردند. تنها روز 8 فوریه شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت چند ساکن ناحیه خراسان صادر شده است. 6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود حکم نهایی قرار نهایی سود ناحیه خراسان رسانید. معلومات عمومی که من دارم همین است.
به گفته منبع در عموم نسبت 10 ساکن ناحیه خراسان بر اساس قسم 2 ماده 237 بندهای BV پرونده باز شده بود. این ماده افباشی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی با نشان دادن مقابلیت به نماینده حاکمیت را پیش بینی میکند. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی میگوید با قرار دادگاه ناحیه خراسان که روز 26 نوامبر سال گذشته صادر شده است، 5 ساکن خراسان به 1.5 سال زندان و 5 نفر دیگر 5800 سامان جریمه شدند. در میان شخصان جزا گرفته 3 نفرشان زن می باشند. بر اساس قرار دادگاه محمد کریم حسنوف، محمد رجب اکراموف، سید رحمان اکراموف، کرامت الله و حسین مظفروف ها به 1.5 ساله زندان محکوم شدند. همچنین تاج الدین قرائف، عوض جان همراهیف، ملیخال قرائف و بیبی رابعه رسولووا و محترمه جوره و 100 نشان دهنده برای حساب ها یا 5800 سامان جریمه شدند. نظر ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان از آغاز قضیه تا حال معلوم نیست. معلوم نیست که 10 ساکن خراسان در چه شرایط بازپرسی شدند و آنها در رابطه با قضیه در دادگاه چی گفتند. در چنین شرایط مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه ناحیه خراسان قوه قانونی گرفته است. بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض و راهبندی انتقادهای زیادی را به میان آورده بود. در رسانه و شبکه‌های اجتماعی نیز این سوال زیاد بررسی شد که چرا شهروندان برای بیان موقع و اندیشه خود که کنستیتوسیون تاجیکستان به آنها حق داده است تعقیب می‌شوند. اعتراض ساکنان ناحیه خراسان روز 17 می سال گذشته بعد از خرابکاری‌های سیل و یرچ صورت گرفت. مردم آسیب دیده برای چند ساعت شاهراه باختر دوشنبه را بسته گفتند که به این واسطه مشکل خود را به مقامات رساندند. در پی ناراضگی ساکنان و بسته شدن راه دوشنبه باختر، مقامات به مشکل ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان توجه کردند و برای آنها منزل‌های نو بنیاد شد. اما جزا گرفتن 10 ساکن این ناحیه که در اعتراض‌ها شرکت داشتند انتقادهای را به میان آورد که مقامات تحمل شنیدن ناراضگی مردم را ندارند، ادعایی که مقامات آن را رد می‌کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق و آزادی‌های انسان به 57 کشور جهان از جمله تاجیکستان مراجعت کرده خواستند شهروندان خود را از اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه بازگردانند. در اظهارات کارشناسان گفته می شود هزاران نفر در این اردوگاه‌ها همه روزه دچار خشونت می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. حقوقشناسان سازمان ملل متحد از 57 کشور عضو خواستند که 10,000 شهروندانشان را که در قرارگاه‌های شمال و شرق سوریه در حالت سنگین نگهداری می‌شوند به وطن برگردانند. این افراد اساساً زنان و کودکان سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی میباشند. بر اساس قانون‌های بین المللی این کشورها وظیفه‌دار هستند که شهروندانشان را برگردانند و اگر دلیل قانونی بود کلانسالان را در دادگاه‌های ملی خود محاکمه بکنند. از میان 64600 نفری که در قرارگاه‌های الحول یا الحال و راج نگهداری و از جانب مقامات کردی سوریگی نظارت می‌شوند، 9462 نفرشان خارجی می‌باشند. اکثر دیگرها شهروندان عراق و سوریه اند. به اطلاع مقامات تاجیک تابستان سال 2020 در پناهگاه راج 7 زن و 17 کودک تاجیک و در الحول نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می‌شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفته پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. فناولینی آنلاین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حمایت حقوق بشر از تروریسم در یک نشست خبری گفت که این مسئله فوق العاده مهم است. در گزارش تاکید شده است که شارحان خیلی زیاد از حکومت‌ها تقاضا نمودند که زنان و کودکان را بازپس بگیرند و آخرین دعوت از
комиссионери ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид садо дод. вале ин аввалин бор аст ки гузоришгарони вижа якҷо шуда дар бораи вусъати поймолшавӣ ҳуқуқи инсон дар ин урдугоҳҳо хеле рӯшан суҳбат карданд. در میان 57 کشور از جمله اسم روسیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، تاجیکستان و دیگر کشورها یاد می شوند. دیپلمات‌های تاجیک سال گذشته از حال قرارگاه‌های اعضای عائله جنگجویان داعش در سوریه دیدن کردن میگویند بعد آشنایی با وضع آنها مسئله احتمالیت استرداد زنان و کودکان به تاجیکستان بررسی می شود. هنوز تصمیم در این زمینه گرفته نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شرایط بسیار وحشتناک نگهداری بازداشت شده ها در قرارگاه ها اظهار نگرانی کرده حالت آنها را به بازداشت غیر قانونی زندانی ها در گوانتانامو شباهت داد. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان من بعد در ماه اکتبر 2 ماه پیش از مهلت مقرری برگزار می شود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف قانونی تغییر سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی را امضا کرد. بر اساس این قانون که 8 فوریه امضا شد، انتخابات پرزیدنتی، پارلمانی و محلی هر یک شنبه اولی 10 روزه آخر ماه اکتبر برگزار می شود. امسال این سنه به 24 اکتبر مصادف آمد. در گذشته انتخابات در 5 سال یک بار روزی یکشنبه اولی 10 روزه آخر ماه دکبر برگزار می شد. دادستانی شهر کولاب گفت بر ضد مربیه که به سوزانیدن روی خردسالان در کودکستان این شهر گمانبر است پرونده گشادند و به زودی برای محاکمه به دادگاه می‌فرستند. حادثه ماه نوامبر سال 2020 در باغچه آریان اتفاق افتاد و باعث به نگرانی والدان و به وجود آمدن سر و صداها شد. تفسیرات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کولاب. سوزاندن رخسارای کودکان در کودکستان اوریان کولاب نوامبر سال گذشته ماجرای کلانی برانگیخت. حالا دادستان میگوید که تحقیق پرونده آزار کودکان انجام یافته است. دادستان نام مربیایی را که به کودک آزاری متهم می شود نبرد، ولی گفت او به اجرا نکردن عهدهداری عاید به تربیت نابالغ متهم می شود. قرار نهایی سودم میگیره بعد مثل با چرا اینطور پیشنیادی که مفتش تعداد شکل تفتیش به انجام رسون پیشنیاد روان آماده کرد روان کرد نظر طرف متهم به قانون شکنی معلوم نیست. مقامات میگویند تشخیص طبی ثابت کرد که رخسارای 2 کودک سوخته است. در اول رهبریت کودکستان اوریان کولاب میگفتند که کودکان افتاده‌اند و رخساره‌شان در بخاری سوخته است. بدرفتاری مربیان در کودکستان‌های تاجیکستان احیانا دیده شده است. سال 2018 مادر در ناحیه باباجان غفروف شکایت کرد که کودک 6 سالش را مربی برای خبرکشی از شرایط بدی باغچه لطکوب کرده است. بعد این کودکستان را بستند. امروز در شهر سیدنی استرالیا تجلیل سال نو طبق سالشماری چینی آغاز یافت. اصلا سال نو بر پایه این سالشماری 12 فوریه فرا می رسد، ولی جشنواره 2 هفته‌ای سیدنی الکی شروع شد. میری سیدنی خانم کلوور مور امیدوار است که فلاکت سال کلموش پس سر شده سال بوقه آهنین با خود رشد و تندرستی می آورد. تجلیل سال نو چینی در شهر سیدنی تاریخی بای دارد. سال 2019 در جشنواره سال نو چینی در این شهر بیش از 1.5 میلیون نفر شرکت ورزیدند. امسال با اشاره به پاندمی کووید 19 جشنواره محدودتر شده است. از ماه مارس سال گذشته استرالیا مرزهایش را بسته فقط شهروندانش و ساکنان دائمی را بعد کرانتین 2 هفته‌ای در مهمانسرا به داخل کشور راه می‌دهد.
بینندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.